در ادامه انعطاف پذیری هیجانی و این بار انعطاف پذیری هیجانی در محیط کار در خدمتتون هستم. میگه که ما به انعطاف پذیری نیاز داریم تا با تنها چیزهای ثابت هر روز یعنی ابهام و تغییر کنار بیاییم. همچنین به مهارت‌های بین فردی نیاز داریم تا بتوانیم از قدرت گروه برای رسیدن به ایده‌ها و دیدگاه‌های تازه و انجام کارها استفاده کنیم. متاسفانه همان نیروهای سرعت و تغییر که نیازمند انعطاف پذیری‌اند دست به یکی می‌کنند تا ما را ثابت و نامنعطف نگه دارند. آنقدر باید تصمیم بگیریم که ممکن است به سرعت به اولین و بهترین حدس که معمولاً شامل تفکر دو قطبی سیاه و سفید است رجوع کنیم و نتیجه همه این دیوانگی‌ها کارهای احمقانه آدم‌های باهوش است. و اینجا خیلی کنایه‌وار خیلی جالب میگه که اغلب ما در واقع میایم تصمیمات تکراری همیشگیمون رو میگیریم، همون تصمیمات دو قطبی که اکثرا در واقع میگه کار احمقانه آدم‌های باهوشه. و اشاره میکنه میگه که این خیلی مهمه برای خود من تو محیط کار خیلی خیلی پیش اومده این مسئله. میگه تفکر غالب در فرهنگ کسب و کار این است که افکار و احساسات ناخوشایند جایی در محل کار ندارند. انعطاف پذیری هیجانی با رها کردن خودمان از افکار، احساسات و الگوهای غیر مفید و همسو کردن اقدامات روزمره‌مان با ارزش‌ها و آرمان‌های بلند مدتمان آغاز می‌شود. بعد میگه برای کسی که اسیر شده توجه کمتر ممکن است کمکاری به نظر برسد، در حالی که اینطور نیست. در واقع نوعی فاصله گرفتن و رها کردن است که ما را با ابعاد دیگری از زندگی آشنا می‌کند. نمیدونم آدمایی رو دیدین که معتاد کارشونن و هرچی بیشتر معتاد کارشون میشن و بیشتر غرق کارشون میشن احساس ارزشمندی بیشتری بهشون دست میده. اینجا داره اشاره میکنه که میگه که این دقیقاً اصلا روند درستی نیست. داره میگه که این آدم ها رو میگه اسیر شده در واقع در نظر میگیره و میگه که بعضی وقتا این که ما توجه کمتری بکنیم، حتی شاید یه کاری بکنیم که از نظر قالب جامعه بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی به نظر بیاد بعضی وقتا، ولی شاید به نفع خودمون باشه این مسئله. یه چیز دیگه هم که اشاره میکنه سوگیری تناظریه. این هم خیلی اصطلاح جالبی بود که من اولین بار تو این کتاب بهش برخوردم. میگه رفتار بد دیگران را به صفات شخصیت ثابتی نسبت دهیم. میگه این هم خیلی چیز بدیه که مثلا یکی یه رفتار بدی داره ما بیایم هی بهش برچسب در واقع یه صفتی رو بچسبونیم. میگه علت اینم که اینجوری میشه به خاطر اینه که آگاهی کاملی از وضعیت نداریم، انتظار غیر واقعی داریم، ارزیابی اغراق‌آمیزی از رفتار میکنیم و نمیتونیم فرضیه اولیه خودمون رو اصلاح کنیم. بعد میاد تو ادامه چند تا نشونه‌های اسیر شدن در محل کار رو اشاره میکنه. میگه نمیتونین از تصور اینکه حق با شماست دست بکشید، حتی اگر به وضوح راهکار بهتری وجود داشته باشه. میگه گرچه میدانید چیزی اشتباه پیش میرود ساکت میمانید. بدون توجه به تصویر بزرگتر خودتان را به کارهای کوچک مشغول میکنید و بی احساس میشوید. فقط برای مسئولیت‌ها و وظایفی که از همه ساده ترند داوطلب میشوید. در مورد همکاران یا پروژه ها نظرات طرح‌آمیزی ارائه میکنید. به فرضیه‌ها و باورهای غالبی در مورد همکارانتان استناد میکنید و کنترل توسعه شغلی خود رو در دست ندارید. من از پرورش فرزندان در واقع با انعطاف پذیری هیجانی رد میشم، چون خیلی در واقع توی مبحثی که برای من جذاب باشه و برای مخاطبان فرضی فکر میکنم نمی گنجه. فقط میام یه جنبندی رو در واقع خدمتون ارائه میکنم. جنبندی هم دوباره بازی با یه داستانی انجام میشه که میگه که یه پسر بچه‌ای بوده که یک عالمه اسباب بازی داشته. میونه اسباب بازی‌هاش یه اسب چوبی بوده که این اسب چوبی رو در حقیقت اصلا پسر بچه باش بازی نمی‌کرده، هیچ وقت بازی نمی‌کرده و هیچ وقت محبوب نبوده. یه روز عروسک خرگوشش برمیگرده میگه که آقا مثلا تو چرا
اصلا با چه چیزی، به چه امیدی در واقع زنده ای؟ این که اصلا این پسر بچه که اصلا تو رو دوست نداره. و اسب چوبی در جواب خرگوش این صحبت ها رو میگه که واقعی بودن ربطی به این نداره که از چی ساخته شدی. این اشارش به اینه که چون بعد یه مدتی پسر بچه از همه اسب بازیش خسته میشه و اسب چوبی رو در آغوش میگیره و باهاش به خواب میره با امنیت و آرامش. و اسب چوبی این کنایه رو در واقع به خرگوش مطرح میکنه، به اسب بازی خرگوش، که الان من واسه اون پسر بچه واقعی هستم، چون داره با احساسش در واقع من رو دوست میداره. بعد میگه واقعی بودن به چیزهایی ربط داره که برات اتفاق میفته. وقتی بچه مدت طولانی دوستت داشته باشه، نه فقط برای اینکه باهات بازی کنه، واقعی میشی. خب و اشاره میکنه، میگه انعطاف پذیری هیجانی به ما اجازه میده هر روز خود واقعیمون باشیم، چیزی محکم و اصیل و واقعی. و الان چند تا راهکار هم تیتروار خدمتتون میگم که تو کتاب بهش اشاره شده. میگه اختیار زندگی خودتون رو در دست بگیرین و خودتون رو مسئول توسعه فردیتون بدونین. توسعه فردی، حرفه، روحی، خلاق و ارتباطاتون. کل وجودتون رو با شفقت، شجاعت و کنجکاوی بپذیرین. تجربه‌های درونی رو بپذیرید، با صبوری با آنها برخورد کنین و بدون تلاش برای یافتن راه خروجی آنها را بشناسید. پذیرای هویت در حال تکامل باشید و روایت‌هایی که دیگر برایتان فایده ندارد را رها کنید. از اهداف غیر واقعی آدم‌های مورد دست بکشید و قبول کنید زنده بودن گاهی یعنی آسیب، یعنی شکست، استرس، اشتباه. میگه از جدیت و جویای کمال بودن دست بکشید تا بتوانید از روند عشق و زندگی لذت ببرید. پذیرای عشقی باشید که با آزردگی همراه است و آزردگی که با عشق همراه است. موفقیتی که با شکست همراه است و شکستی که با موفقیت همراه است. نترس بودن را از ذهنتان خارج کنید و جای آن مستقیم در دل ترس‌هایتان بروید. شجاعت پیش رفتن با وجود ترس است. منفعلانه تسلیم شرایط نشوید و فعالانه با فرصت‌های جدید برای یادگیری و رشد شجاعت مواجه شوید و شجاعت را به آسایش ترجیح دهید. و میگه که زیبایی زندگی از شکنندگی آن جدا نیست. یاد بگیرید چگونه به ضربان هدف و ارزش خودتان گوش دهید و اگر میتوانید اندکی شادی کنید. روزگار خوش.